بچه آرش گاد گیم هستم. چطورید؟ توی این ویدیو میخوام براتون روش بهتر موومنت دادن در مولتی و بتل رویال و بهترین کلاس های بتل رویال رو به شما یاد بدم. خب برای اینکه بهتر موومنت بدید وارد ستینگ میشید، بخش بیسیک. اینجا رو تا آخر میرید پایین. تا آخر وقتی که تا آخر رفتید پایین به این سه تا گزینه میرسید که من الان تکونشون میدم. وقتی به اینا رسید اینا رو تنظیم میکنید. به طور مثال من میخوام اینا رو تا آخر ببرم، بعدش میام بیرون، میبینید که صفم تغییر میکنه. با این صفحه بهتر میشه موومنت داد. حالا هر کی روش خاص خودشو داره ولی اینم یه روشه. اولین کلاسی که من میخوام به شما معرفی کنم کلاس مدیک هستش. به نظر من این کلاسیه که تقریبا خوبه. به طور مثال وقتی که توی زون گیر کردید مثل این ویدیو میتونید مدیکو بندازید و جونتون پرشه و دوباره به راهتون ادامه بدید. یا اینکه مثلا توی فایت هستید یا هر چیزی جونتون کم میشه، میخواید زودتر جونتون پر بشه، مدیکو میندازید و یا مثلا جونتون کم شده توی فایت میندازید و در عرض 1 ثانیه الی 2 ثانیه جونتون پر میشه. کلاس بعدی که من میخوام به شما معرفی کنم کلاس پامپت هستش. این کلاس خیلی کلاس خوبیه چون میتونید از جایی برید بالا تا جونتون پرشه یا از اون برش بیاید و انمیو بزنید. خیلی از این کلاس استفاده میکنم. به نظر من واقعا کلاس خوبی هستش. کلاس بعدی کلاس راویجر لانچر هستش. این کلاس خیلی خوبه، انمی ها رو واقعا فشاری میکنه و خیلی خوبه. فقط کافیه توی فایت سری اونو بذارید، از اون منطقه دور بشید و انمی ها رو با تیر بزنید. راویجر لانچر انمی میکشه یا به اون دمیج میده و انمی میمیره. کلاس نینجا کلاس بعدی که من میخوام به شما بگم. این کلاس به درد شاتگان و اسنایپر پلیرها میخوره. با این کلاس میتونید به جای بلند برید و انمی ها رو بزنید. این بهترین کلاس کالافه از نظر من. دیگه نمیذارم که بازم بگذره، شک میزنم خوابم بپره. عجیبینه هر چقدر که حالم بدتره کارم بهتره. اونی که تا تو